دوستان عرض ادب، خیر مقدم، خیلی خوش اومدیم به این وبینار. این وبینار از طرف معاونت پژوهش دانشگاه آزاد واحد تهران شمال برنامه‌ریزی شده و سرکار خانم دکتر ملیحه ثابتی خیلی لطف کردن که قبول زحمت فرمودن و در رابطه با مکانیزم توجه در مدل‌های یادگیری عمیق آموزشی رو داشته باشیم و این کارگاه برگزار شه و آقای مهندس آرمین عبداللهی هم که دانشجوی ارشد همین دانشگاه تهران شمال هستند در ادامه مربوط به پیاده سازی وبینار رو دنبال خواهند کرد. خیلی ممنونم استاد دکتر ثابتی عزیز که لطف میکنید و وقت میذارید برای دوستان. اگر صلاح میدونین بفرمایید، شروع بفرمایید. سلام عرض میکنم مجددا، عصر همگی بخیر. با وبینار مکانیزم توجه در یادگیری عمیق در خدمت شما هستم. همطور که خانم بارونی اشاره کردن، آقای عبداللهی بعد از من مباحث مربوط به در واقع مکانیزم توجه رو در قالب پیاده سازی در واقع برای شما ارائه خواهند داد. فقط یه نکته وجود داره، من حقیقتش اول میخواستم ترانسفورمرها رو توضیح بدم، ولی بعد دیدم که خب خیلی از شما درس یادگیری عمیق رو پاس نکردید و نگذروندید هنوز، با توجه به اینکه اکثرا ترم دوم هستید، و از این جهت ترجیح دادم که یه جلسه وبینار در رابطه با مکانیزم توجه داشته باشیم. انشاءالله جلسه دیگه، حالا شاید اواخر تیر ماه یا بعد از امتحانات، در حقیقت میشه راجع به ترانسفورمرها هم داشت. مثلا راجع به خود ترانسفورمر توضیح بدم، ویژن ترانسفورمرها، سوینگ ترانسفورم و حالا قسمت های از این در واقع ورژن های مختلفی که ترانسفورمرها داره. خب حالا اجازه بدید شروع کنم بحث رو. راجع به مکانیزم اتنشن میخوام یه توضیح بدم. مکانیزم اتنشن یک در واقع تکنیکی است که در یادگیری عمیق برای بهبود دادن کارایی مدل ها در واقع مورد استفاده قرار گرفت، با تاکید بر ارتباطی که بین اطلاعات وجود داره، اطلاعات مرتبط. حسن در واقع مکانیزم اتنشن اینه که میتونه به صورت انتخابی روی قسمت های مختلفی از داده های ورودی اتمت کنه، توجه کنه و با وزندهی متفاوتی که انجام میده میتونه قسمت‌های مهمتر رو برجسته تر کنه. یعنی با انتصاب وزن‌های بالاتر میتونه به اون قسمت‌ها توجه بیشتری داشته باشه. در واقع اتنشن همونطور که اشاره کردم کار اصلیش رو با جنریت کردن یه سری وزن برای قسمت‌های مختلف داده ورودی آغاز میکنه، شروع میکنه. این وزن‌ها درجه اهمیت در واقع اون بخش داده رو در تولید خروجی این لحظه در واقع به نمایش میگذاره و میتونیم بگیم در واقع تو هر لحظه خروجی سیستم شما، خروجی مدل شما، یه مجموعه وزن بر اساس یه مجموعه وزندار شده از داده ورودی داره جنریت میشه یا ساخته میشه، که حالا جلوتر جزئیات رو در واقع با نمایش شکل این جزئیات رو خواهید دید. هر در واقع الگوریتم اتنشنی از 3 بخش کوئری، کی و ولیو تشکیل شده. این آیتم های مهمی هستن. منظور از کوئری در واقع کارنت کانتکست های مدل هستن که جلوتر میبینید. کی در واقع میشه اطلاعات یا المنت های یا ویژگی های داده ورودی و ولیو هم در واقع مقداری که به اون المنت ها یا اون ویژگی ها نسبت داده میشه. در حقیقت من برای اینکه در واقع مقادیر وزن اتنشن رو حساب کنم کافیه بیام شباهت بین کوئری و کی رو حساب کنم. وزنهایی که به دست میاد در واقع استفاده میشه برای وزندار کردن مقادیر ولیو و در واقع خروجی شما، خروجی اون تایم استپ شما میشه یک مجموعه وزندار شده از مقادیر ولیو. حالا چه اهمیتی داره؟ چرا مکانیزم اتنشن اینقدر مورد توجه قرار گرفته؟ یکی به خاطر اینکه خب وجودش، معرفیش باعث شد که کارایی مدل ها بهتر بشه، امپروو داشته باشه، در واقع داره از اون ارتباطی که بین اطلاعات هست حداکثر استفاده رو میکنه. یه نکته مهم دیگه ای که داره اینه که میتونه در واقع ورودی های با طول متغیر رو هندل کنه. در واقع شما اجازه میدید که ورودی های مختلفی با سایز مختلف با ضرایب وزندار مختلفی توی تعیین خروجی مدل شما تاثیر داشته باشن و در واقع قابلیت تفسیر پذیر بودنش یا همون توضیح پذیر بودنش که خیلی به راحتی شما میتونید در واقع ضرایب اتنشن رو برای خودتون تجزیه تحلیل کنید. چه کاربردهایی داره؟
یکیش در ترجمه ماشین میتونه استفاده بشه، در خلاصه سازی متن‌ها، در ایمیج کپشنینگ، در اسپیچ ریکگنیشن و همینطور در کوئسچن انسرینگ میتونه مورد استفاده قرار بگیره. خب من قبل از اینکه در واقع مکانیزم اتنشن رو بخوام با جزئیات بیشتری توضیح بدم، لازمه که در واقع چند تا مفهوم اولیه رو اول توضیح بدم. یکی راجع به شبکه RNN هست که شبکه RNN یک تایپ خاصی از در واقع شبکه‌های عصبی محسوب میشه که برای در واقع تولید خروجی توی هر تایم استپی به خروجی در واقع استپ قبلی نیاز داره. برخلاف شبکه‌های عصبی سنتی که ما ورودی ها و خروجی هامون تو مسیرهای موازی با هم و مستقل از هم پیش میرفتن، اما توی شبکه‌های RNN در واقع یه جور وابستگی زمانی یا یک جور اطلاعات سری زمانی در واقع داره در نظر گرفته میشه. مثلا فرض کنید یه مثال بخوام بزنم، من فرض کنید که یک سنتنسی رو دارم، میخوام جمله بعدی یا توکن بعدی رو توی این جمله پیش بینی کنم. خب مسلم هست یا واضح هستش که من برای پیش بینی این توکن به جملات یا به در واقع توکن های قبلی، به کلمات قبلی این جمله نیاز دارم برای پردیکشن. RNN این امکان رو به من میده که از اطلاعات استپ های قبلی استفاده کنم و در واقع توکن بعدی یا کلمه بعدی رو جنریت کنم. RNN ها در واقع چند تا مفهوم کلیدی دارن که مهمترین قسمتش هیدن استیت ها هست که تحت عنوان مموری استیت یا استیت اسپیس هم شناخته میشه. توی شب تقریبا مشخص است. این در واقع آیتم های اچی که میبینید همون هیدن استیت ها هستن که من در واقع دارم ازشون استفاده میکنم. مثلا توی این شکلی که الان شما دارید اینجا میبینید که باز شده HT به اضافه 1 میتونیم بگیم که تاریخچه اطلاعات من رو تا این لحظه خاص داره. یعنی اطلاعات من یه تاریخچه داره، یه مموری داره، یه هیستوری داره، توی این در واقع استیت خاص قرار گرفته. یه نکته جالب که راجع به RNN ها وجود داره اینه که برخلاف شبکه‌های دیگه که ما کلی پارامتر داشتیم، توی این شبکه‌های خاص در واقع پارامترهای بین هیدن استیت های مختلف کامان هست یا شیر هستش، اصطلاحاً مشترک هستش. برای همینه که این نوع خاص از شبکه‌ها نسبت به شبکه‌های دیگه در واقع کامپلکسیتی کمتری داره، پیچیدگی کمتری داره، از این جهت که تعداد پارامتر کمتری داره، چون پارامترهاش مشترک است بین هیدن استیت های مختلف. هر قسمتی که سوالی براتون پیش میاد لطفاً بپرسید از من. حالا تایپ های مختلف که شبکه RNN داره رو توضیح بدم. یکی شبکه وان تو وان هست که در واقع یک ورودی به ازای یک ورودی شما یک خروجی دارید. وان تو منی هست که براش یه مثال اگر بخوام بزنم میتونیم به ایمیج کپشنینگ اشاره کنیم. از یک طرف شما به عنوان ورودی یک ایمیج رو میدید به شبکه و از اون طرف یک جمله‌ای که توصیف میکنه اون تصویر رو جنریت میشه. مورد بعدی منی تو وان هست که مثلا شما یک جمله رو، توکن های یک جمله رو به شبکه اعمال میکنید. اون حسی که اون فیلینگی که اون جمله داره، سنتیمنتی که اون جمله داره به عنوان خروجی برمیگرده، مثلا پوزیتیو و نگاتیو. مورد بعدی دوتا مورد بعدی در واقع منی تو منی که سنتنس تو سیکونس تو سیکونس هم بهش گفته میشه. مثلا کاربردش مثل ترنسلیشنه که ترجمه هستش. حالا تفاوت اولی و دومی چیه؟ مورد اولی اجازه میده اول کامل ورودی وارد بشه، ورودی کامل بشه، بعد شروع میکنه به تولید خروجی. ولی تو حالت دومی اگر نگاه کنید ورودی و خروجی در واقع به این شکل همزمان با هم داره جنریت میشه. یعنی ورودی و خروجی همزمان با هم هستن. خب یه نکته دیگه هم که لازم هست من راجع به مکانیزم اتنشن توضیح بدم، راجع انکودر، مموری های انکودر و انکودر دیکودر هستش. ببینید من کلا تو کارهای خصوصا در شروع کار NLP دیگه بیشتر کاربرد این آیتم ها اول در NLP در واقع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ما 3 تا مموری رو میتونیم استفاده کنیم که حالا بعدا هم توی حوزه ویژن هم بس داده شدن. به عنوان مثال مموری اول که فقط از انکودرها استفاده میکنه. خب اون چیزی که واضح هست، شما در واقع اگر فقط مموری انکودر رو داشته باشید در واقع دارید دیتای ورودیتون رو امبدینگ روش انجام میدید. مثلا بیشتر کاربردهای کلاسیفیکیشن داره. مثلا یکی از مموری های معروفش تو حوزه NLP برت هست، مموری برت هست.
اما اگه بخواید کار جنریشن داشته باشید، یعنی مثلا بخواید توکن بعدی رو توی جمله پیش بینی کنید، یا مثلا مثل ایمیج کپشنینگ بخواید از روی تصویر یک ایمیج رو بالفرض جنریت کنید، اون چیزی که واضح است شما به یه دیکودر برای جنریشن احتیاج دارید. پس معماری های انکودر دیکودر که به صورت ترکیب با هم استفاده میشن رو هم میتونید استفاده کنید که یکی از معماری های معروفش توی حوزه NLP T5 هست. و مورد بعدی که خب همه که تقریبا باش این روزها آشنا هستیم GPT هست که فقط از دیکودرها استفاده میکنه و انکودری در کار نیست. خب حالا من در واقع مکانیزم اتنشن رو میخوام با همون در واقع معماری انکودر دیکودر توضیح بدم و همون حالت سیکونس تو سیکونس. خب فرض کنید که من در واقع ورودی رو دارم مثل x1 تا xt و در واقع خروجی رو میخوام به این شکل تولید کنم. خب این در واقع شروع یا قسمت انکودر من رو داره نشون میده که ورودی های من که در واقع یک جمله به زبان انگلیسی هست در واقع اعمال میشه به انکودر من. در حقیقت H1 تا H4 هیدن استیت های من هستن. خب ببینید اون اطلاعاتی که در هیدن ها قرار میگیره در واقع یه جور داده امبد شده هست یا یه جور داده کد شده هست. میتونیم بگیم که H4 یه تاریخچه از ورودی رو تو خودش داره نگهداری میکنه از ابتدای کار تا انتها. به خاطر اینکه اگر دقت کنید H4 داره از H3 اطلاعات میگیره، H3 دوباره از H2 داره اطلاعات رو میگیره، H2 هم همینطور. پس میتونیم بگیم در نهایت اون هیدن استیت آخری تاریخچه مدل تا این لحظه رو در واقع در خودش داره نگهداری میکنه، تاریخچه ورودی رو. خب این قسمت انکودینگ من در واقع کامل شد. حالا میخوام برم سراغ قسمت یا پارت دیکودر. خب کار من ترنسلیشن هست، میخوام در واقع یک جمله رو از زبان انگلیسی به زبان فرانسه ترجمه کنم. خب توی دیکودر هر من دقیقا به همون هیدن استیت ها احتیاج دارم، یه سری هیدن استیت نیاز دارم. هیدن استیت ها رو توی دیکودر ها من با S0 S1 در واقع با نماد S نشون میدم. خب و یه قسمت کانتکست وکتور رو هم دارم که معمولا این کانتکست وکتور میشه آخرین هیدن استیت انکودر من. این حالت ترادیشنال و سنتیش بود. پس شما یک کانتکست وکتوری دارید که از روی آخرین هیدن استیت انکودرتون تکمیل میشه و خود در واقع دیکودرتون هم که یک سری هیدن استیت داره. خب اگر دقت کنید خروجی های دیکودر به این شکل دارن تولید میشن. این در واقع خروجی لحظه ST در واقع از یه ورودی به نام Y S یا هیدن استیت مرحله قبلی دیکودر و اون کانتکست وکتور داره بر اساس این سه تا آیتم داره جنریت میشه. خب من چون دارم یک جمله رو جنریت میکنم، اولین ورودی در واقع این انکودر دیکودر من توکن استارت هست و معمولا هم تو خروجی وقتی توکن استاپ یا اند نمایان میشه به این معنی که جمله من خاتمه پیدا کرده. خب ببینید اولین خروجی که یک کلمه به زبان فرانسوی هست داره جنریت میشه. بریم سراغ مرحله بعد. اگه نگاه کنید خروجی S1 رو من به عنوان ورودی در واقع توی مرحله بعد اعمال میکنم. کانتکست وکتور رو هم که داریم، استیت قبلی دیکودر رو هم داریم. پس بر اساس این سه تا آیتم خروج مرحله بعد دیکودر جنریت خواهد شد. همینطور این کار دنبال میشه. میبینید کلمات جنریت میشن تا در نهایت توکن استاپ یا توکن اند در واقع توی خروجی نمایش داده بشه که به این معنیه که جمله من تکمیل شده. خب یه اتفاقی که میفته اینه که درسته که RNN ها از لحاظ تئوری هیچ محدودیتی روی در واقع این تعداد در واقع این توکن ها ندارن، یعنی روی این تعداد تایم استپ ها واقعا محدودیتی از لحاظ تئوری نداره. ولی اتفاقی که میفته اینه که اگه طول این در واقع ورودی های انکودر من زیاد باشه، معمولا RNN نمیتونه در واقع عملکرد خوبی رو از خودش نشون بده، به خاطر اینکه شما کل در واقع اطلاعات ورودیتون رو دارید توی یک در واقع هیدن استیت فیکس یا ثابت با طول ثابت دارید خلاصه میکنید. برای همین وقتی که این طول خیلی زیاد بشه و در واقع بره به سمت حالا بی نهایت، کارایی RNN در واقع تحت شعاع قرار میگیره. خب اتفاقی که میفته یا ایده‌ای که به ذهنشون رسید این هستش که من به جای اینکه بیام از یک کانتکست وکتور ثابت برای تمام هیدن استیت های دیکودر
استفاده کنم، یعنی یکسان باشه این کانتکست، میتونه کانتکست وکتور من در طول در واقع تایم استپ های مختلف تغییر کنه و اینجوری نباشه که ثابت باشه. پس ایده اول اتنشن از اینجا اومد. پس قرار من یک کانتکست وکتوری داشته باشم که در طول در واقع تایم استپ های دیکودر من تغییر کنه. خب همونطور که می‌بینید حالا همون معماری قبلی انکودر دیکودر رو این بار می‌خوایم با اتنشن بررسی کنیم. خب تا اینجا که هیچ فرقی نکرد، در واقع همون هیدن استیت های انکودر رو دارید می‌بینید، اینیشال استیت دیکودر رو هم دارید می‌بینید. خب اتفاقی که میفته این اینیشال استیت دیکودر شباهتش معمولا حالت شباهت داره، شباهتش با تک تک هیدن استیت های انکودر محاسبه میشه. این ضریب ای که شما اینجا دارید میبینید در واقع داره اون شباهت بین اینیشال استیت دیکودر رو با تمام این اچ ها مشخص میکنه که حالا میتونیم از یه ضرب نقطه‌ای ساده استفاده کنیم یا حتی میتونیم از یک MLP کمک بگیریم، ولی حالا روتینش معمولا یک ضرب نقطه‌ای ساده است. خب بریم جلوتر. در نهایت این در واقع شباهت ها از یک تابع سافت مکس عبور داده میشه تا ضرایبی به دست بیاد که خب میدونید همه که خروجی سافت مکس باش آشنا هستید. حسنی که سافت مکس داره اینه که تمام ضرایب رو میبره تو بازی 0 تا 1 و در واقع تمام ضرایب وقتی با هم جمع زده میشن برابر با 1 میشه. الان اون ضرایبی که ما یا ضرایب اتنشن ما در واقع آماده هست. خب حالا چطور از این ضرایب استفاده کنم؟ اتفاقی که میفته تک تک این ضرایب در هیدن استیت های معادل خودشون ضرب میشن، همگی با هم جمع میشن و به من یک کانتکست وکتور جدید رو خواهد داد. این حالت، این در واقع فرایند تو کل تایم استپ های دیکودر تکرار خواهد شد. پس الان دیگه من یک کانتکست وکتور ثابت ندارم. تو این لحظه یک C1 رو دارم، C1 و توکن استارت به عنوان ورودی به این هیدن استیت اعمال میشه و یک خروجی تولید میشه. یه نکته‌ای که حالا من اینجا توی این اسلایدم هست اینه بهش اشاره کنم، اینه که ببینید تمام این پروسه یا تمام این فرمول ها، این روابط مشتق پذیر هستن. پس قرار نیست که ما خودمون در واقع این مقادیر اتنشن رو سوپروایز کنیم یا مقادیرش رو مشخص کنیم، در حالی که توی اون پروسه بک پراپ این اتفاق میفته و این ذرایع به شکل مناسبی تنظیم خواهند شد. خب نکته جالب که الان اینجا وجود داره همون در واقع آیتمی که گفتم که خیلی توضیح پذیره، خیلی تفسیر پذیری خوبی داره مکانیزم اتنشن. مثلا ببینید من برای تولید اولین کلمه در واقع فرانسویم که معادل کلمه VR هست توی زبان انگلیسی، اگر ضرایب اتنشن رو نگاه کنید، ضرایب I1 و I1 2 45 صدم هست، یعنی روی خود دوتا کلمه V و R بیشترین اتنشن رو داشته و دو کلمه ایتینگ و برد هم که ضرایب اتنشن کمتری داشته. یعنی برای تولید این کلمه توی خروجی دیکودر شما برای تولید این کلمه خاص بیشتر روی VR تاکید کردید یا تمرکز داشتید تا دو کلمه بعدی در واقع ورودیتون. خب حالا بریم سراغ فاز بعدی، مرحله بعدی. توی مرحله بعدی تو حالت قبلی من شباهت ها رو با S0 حساب می کردم، حالا این بار شباهت ها با S1 محاسبه میشه. یعنی شما دوباره شباهت S1 رو با تک تک هیدن استیت های انکودرتون محاسبه میکنید، بعد از یه تابع سافت مکس عبورش میدید، ضرایب اتنشن محاسبه میشه، در واقع خروجی شما یا اون کانتکست وکتور جدید شما میشه یک جمع وزندار شده هیدن استیت های انکودر که میشه در واقع C2. این C2 به این شکل در واقع ظاهر میشه. دوباره C2 Y1 هم که میشه خروجی قبلی دیکودر من که به عنوان ورودی توی این استپ استفاده میشه و در نهایت خروجی بعدی جنریت میشه. اگه من دوباره ضرایب اتنشن رو برای کلمه دوم مورد بررسی قرار بدم که به معنی ایتینگ هست، اگر دقت کنید روی کلمه V و برد، کلمه اول و آخر جملهمون کمترین میزان اتنشن رو داشته، روی کلمه دوممون یعنی کلمه R اتنشن 1/10 رو داشته و روی کلمه ایتینگ که در واقع معنی یا معادل انگلیسی همون کلمه بوده بیشترین اتنشن رو داره نشون میده
که در واقع با اون چیزی که ما انتظار داریم واقعا همخوانی داره. یعنی برای ترجمه در واقع یک جمله به زبان فرانسوی، در واقع برای ترجمه هر یا برای تولید هر کلمه در واقع داره به معادل‌هاش توی زبان انگلیسی توجه بیشتری میکنه نسبت به سایر توکن‌های اون کلمه. خب این پروسه تکرار میشه دیگه، این پروسه تکرار میشه، کانتکست C3 کانتکست C4 تولید میشن و در نهایت تا زمانی که این پروسه تا زمانی ادامه پیدا میکنه که توی خروجی دیکودر شما توکن استاپ ظاهر بشه. نکته جالبی که توی در واقع این معماری وجود داره اینه که شما از یک کانتکست وکتور ثابت استفاده نمی‌کنید. توی هر لحظه کانتکست وکتور شما یک مجموع وزندار شده از کل هیدن استیت های انکودر شما خواهد بود. بنابراین میتونیم بگیم که فقط اینپوت من توی یک هیدن استیت خاص خلاصه نشده یا باتلنک نشده، بلکه مجموعه ای از اون هیدن استیت ها دارن در واقع استفاده میشن. و نکته جالب اون وزندار کردن هیدن استیت ها باعث میشه که شما تفاوت بذارید بین هیدن استیت ها. یک سری هیدن استیت ها اهمیت بیشتری دارن و یک سری اهمیت کمتر. خب اگر ماتریس در واقع یا ضریب اتنشن رو در طول پروسه جنریت کردن اون جمله ترجمه‌مون بررسی بکنیم، میبینید که ضریب اتنشن به این شکل محاسبه شده. ببینید یه جاهای حالت قطری داره که معنیش اینه که ترتیب کلمات مثلا توی جمله انگلیسی با ترتیب کلمات توی معادلش به زبان فرانسه همخوانی داشته. یه جاهایی رو ولی میبینید نه، یه حالت لوکال وجود داره. یعنی برای مثلا این کلمه خاص که الان هم دارم بهش اشاره میکنم، مثلا به فرض توکن قبل و بعدش هم مورد بررسی قرار گرفته برای ترجمه. خب اینجا هم حالا اشاره کرده، گفته این حالت قطری داره نشون میده که کلمات اون ترتیبشون رو بین دو تا زبان تقریبا حفظ کردن. اینجا هم همین اتفاق افتاده، اون ترتیب توی هر دو تا زبان عملا حفظ شده. خب فقط یه مشکلی وجود داره، اینه که در مورد مکانیزم اتنشن شما عملا دارید یه جور شباهت ها رو حساب میکنید دیگه. اگر تعداد توکن ها زیاد باشه، هم زمان و هم حجم حافظه که برای محاسبه ضریب اتنشن استفاده میشه خیلی زیاد خواهد بود. مثلا فرض کنید یک تصویر، اگر مثلا بخواید با یک تصویر کار کنید، بخواید شباهت ها رو بین پیکسل های تصویر در نظر بگیرید. خب پس حالا اگر حتی فرض کنیم که من مسئله زمان رو میتونم حل کنم، مسئله که ایجاد میشه مسئله حافظه است. خب یه سری راه حل های ارائه شد. یکی این که مثلا به جای که من بیام اتنشن رو برای کل در واقع مثلا اون اینیشال استیت دیدید، بالفرض اینیشال استیت دیکودر با تمام هیدن استیت های انکودر شباهتش باید محاسبه میشد. میگه به جای اینکه بیای این شباهت رو برای تمام این حالت ها در نظر بگیری، مثلا رندوم یه سری از این ضریب اتنشن رو حساب کن. حالت بعدی که میگه حالت لوکال در نظر بگیر. یعنی اون مثلا فرض کنید هر توکنی مثلا با توکن های قبل و بعد از خودش یا دو تا قبل و دو تا بعد خودش اون اتنشنش در نظر گرفته بشه. یا گلوبال در نظر بگیر. گلوبال یعنی که مثلا شما تصورتون اینه که مثلا چند کلمه اول یک جمله یه توصیفی از کل اون در واقع جمله رو خواهند داد. یه حالت گلوبالی بهش نگاه میکنه. و حالت بیگ برد که میگه بیا یک مجموع جمع این سه حالت رو با هم در نظر بگیر به عنوان مکانیزم ماتریس اتنشن توی در واقع فاز دیکودر ازش یا جنریشن ازش استفاده کن. ولی به هر حال نکته‌ای که وجود داره اینه که در واقع پذیرفته شد که به هر حال ما محدودیت‌هایی داریم برای مکانیزم اتنشنمون از نظر حافظه و سعی کردن که در واقع به نحوی این مشکل رو برطرف کنن. خب سوالی تا اینجا نیست؟ اگر سوالی هست من برگردم چون میخوام ایمیل کپشنینگ رو توضیح بدم. سلام خانم دکتر، خسته نباشید. متشکرم، بفرمایید. خانم دکتر عذرخواهی میکنم، من چون از اول جلسه نبودم میخواستم ببینم که این انکودرها رو هم اتنشن لحاظ میکنه یا اینکه نه ما میتونیم هر انکودری رو بدیم فقط تو قسمت دیکودر این اتنشن مکانیزم رو به کار میبریم و انکودرها چی میتونن باشن؟ ببینید اصلا هدف از انکودر اینه که شما اطلاعات ورودیتون رو به شکل خام استفاده نکنید، ببریدش توی فضای جدیدی، یعنی یه جور کدشون کنید. هدف انکودر اونه. در واقع اون کلمه ها رو میاد به یه
عدد ریاضی به صورت بردار در میاره، بعد میاد روی اونها یه توی سری فضای جدیدی. آره توی فضای جدید میبرد. مرسی از شما. متشکرم. سوال دیگه نیست؟ خب یه سوال دیگه من دکتر داشتم. یه اسلاید 9 فرموده بودید وان تو وان، وان تو منی. این میشه امکانش هست یه بار دیگه بفرمایید؟ آره ببینید ما معماری RNN رو به شکل‌های مختلفی میتونیم استفاده کنیم. یکیش اینه که مثلا وان تو منی، یه مثال ساده اگه بخوام براتون بزنم، مثلا همین چیزی که الان دارید میبینید. من یه دونه ورودی ایمیج دریافت میکنم، بعد قراره که روی این ایمیج یک جمله بنویسم، یعنی عکسم رو توصیف کنم. پس خروجی من مجموعه از چند تا کلمه است، میشه چند تا توکن. پس عملا میشه معماری وان تو منی، یعنی یه ورودی ایمیج میگیرید، از اون طرف یه جمله به عنوان خروجی تولید میکنید. یه حالت منی تو وان داریم که من برخلاف در واقع حالت ایمیج، نه این دفعه یه جمله میگیرم به عنوان ورودی، یه جمله، حالا طول جمله میتونه متغیر باشه، و بعد حسم و از اون جمله میتونم به عنوان خروجی در واقع، مثلا کلاس اون جمله، مثلا پوزیتیو، این نظر پوزیتیو، نگاتیو، و آخریش هم مثلا حالت منی تو منی داره که یه مثالش ترنسلیشن هست، یعنی شما یه جمله رو که مجموعه از یه سری توکن هست، یه سری کلمه هست رو به عنوان ورودی میدید و یک جمله و یه زبان دیگر رو میتونید دریافت کنید. یا مثلا یه سوال میپرسید، همون کوئسچن آنسرینگ هم هست، یه سوال میپرسید، یه جواب رو توی خروجی دریافت میکنید. ممنونم از شما، مرسی. خب بریم سراغ ایمیج کپشنینگ. ایمیج کپشنینگ هم در واقع میتونه با مکانیزم اتنشن نتایج خیلی جالبی رو دریافت کنه. خب ببینید، گفتم که یه مشکلی که مکانیزم اتنشن داره اینه که شما مجبور هستید 2:2، خیلی وقتا 2:2 این شباهت ها رو حساب کنید. حالا تصور کنید یک تصویر رو که میخواید مثلا 2:2 شباهت بین پیکسل هاش رو حساب کنید، خب واقعا عملی نیست. خیلی وقتا به جای اینکه من بیام مستقیما مکانیزم اتنشن رو روی یک تصویر اعمال کنم، میام اول از یک CNN کمک میگیرم و سعی میکنم که یه سری ویژگی، حالا با توی فضای کوچکتر از این در واقع تصویرم استخراج کنم. حالا اگر من ویژگی ها رو به این شکل، به این ابعاد نشون بدم، حالا بد نیست. و البته میشه مستقیما از پیکسل های تصویر هم استفاده کرد، یعنی البته خود پیکسل های تصویر نه، مثلا میایید تصویر رو پچ میکنید، مثلا پچ های 16 در 16 پیکسلی. پس این امکان هم وجود داره که من به جای اینکه از یه CNN استفاده کنم، کلا CNN رو بذارم کنار، خود تصویر رو به صورت پچ در بیارم و بعد تلاش کنم که در واقع شباهت بین پچ های مختلف مورد بررسی قرار بگیره. ولی به هر حال اینجا اون چیزی که تو این معماری دارید میبینید از CNN برای در واقع انکد کردن اطلاعات استفاده کرده. خب در واقع از SF که یک در واقع دیکودر هست، اینیشال استیت دیکودر هست، شروع میکنیم. شباهت اینیشال استیت دیکودر با تک تک این در واقع ویژگی هایی که از عکس من استخراج شده محاسبه میشه. این در واقع گفتم ساده ترین حالتش یک ضرب نقطه‌ای ساده است، ولی خب شما میتونید اینجا از فرم های پیچیده تری هم استفاده کنید. خب بعد از اینکه این ضرایب، این شباهت ها محاسبه شدن، این شباهت ها از یک تابع سافت مکس عبور داده میشن. خب حسنی که سافت مکس داره اینه که یه جور در واقع نرمالشون هم میکنه دیگه، میبرشون تو بازه 0 تا 1 و جمع همگیشون برابر میشه با 1. خب حالا کانتکست در واقع سایز جدید من داره، یا کانتکست سایز من داره، کانتکست وکتور من داره ساخته میشه. به چه شکلی؟ این در واقع ضریب اتنشن رو دارم. تمام این اچ هایی که شما اینجا دارید میبینید با ضریب اتنشن وزندار میشن، همگی با هم جمع میشن، کانتکست وکتور من ایجاد میشه. خب این کانتکست وکتور همراه با توکن استارت به در واقع استیت بعدی دیکودر اعمال میشه و اولین خروج دیکودر ظاهر میشه که کلمه کت هست. هدفم چیه؟ هدفم اینه که یک جمله کنم توی قسمت دیکودرم که این عکس منو توصیف کنم. مورد بعدی در واقع دوباره همین پروسه، این بار
این بار S1 رو در واقع شما باید شباهتش رو با تک تک این H ها محاسبه کنید، در شبیه مرحله قبلی برای اتنشن محاسبه کنید و بعد این به این شکل C2 محاسبه میشه. کانتکست وکتور مرحله بعد، کانتکست وکتور مرحله بعد که جنریت شد به همراه خروجی قبلی دیکودر که در واقع کت هست به اینیشال استیت، به هیدن استیت بعدی دیکودر اعمال میشه، به S2 اعمال میشه و کلمه سیتینگ جنریت میشه. این پروسه ادامه باید پیدا کنه، ادامه پیدا میکنه تا توکن اند یا استاپ ظاهر بشه. وقتی دیگه توکن استاپ ظاهر شد به این معنی که کار دیکودر من تموم شد. حالا نکته جالبی که وجود داره که مثلا فرض کنید که یه همچین تصویر رو من به عنوان ورودی به این مموری بدم، توی تولید هر کدوم از این کلماتی که این بالا دارید میبینید به یه بخش خاصی از تصویر اتند کرده یا توجه کرده. مثلا در مورد برد خیلی واضح هست که واقعا روی خود اون برد تمرکز کرده، در مورد فلاینگ همینطور و به این شکل میشه در واقع توجیه کرد. مثلا واتر هم جالب هست که میبینید به قسمت هایی که آب رو داره نشون میده داره توجه میکنه. پس در واقع تو تولید هر کدوم از این کلمات من دارم به یه بخش خاصی از اون تصویر اتند میکنم یا توجه میکنم. خب اگر سوالی هست دوباره بپرسید وگرنه من وارد قسمت بعدی بشم. توی این ایمیج کپچرینگ من به اون معنا دیگه انکودر نداشتم، یعنی انکودرم خودش یه RNN نبود. شما انکودرتون اینجا میتونه یک CNN باشه، از یک CNN کد بگیرید، یا نه میتونید مستقیما خود در واقع پچ های تصویر رو به عنوان ورودی دیکودر اعمال کنید. عذرخواهی میکنم، مقدار اولیه‌اش رو چجوری مشخص میکنید؟ یه کپی از خود تصویره یا اینکه نه یه مقداری از جای دیگه میگیرید؟ همه اینا ترینبلن، میتونن با ترینینگ آموزش. یعنی اولین بار به صورت نه اینا ترینبل هستن، آموزش می‌بینن. بله. خب بریم سراغ لایه اتنشن. خب حالا این در واقع توصیف که الان تا اینجا دیدید یک شمای کلی از اون چیزی که اتفاق میافتاد به ما نشون داد. حالا بریم سراغ در واقع شکل کلی لایه های اتنشنی که استفاده میشن. خب ببینید من توی لایه اتنشن چند تا آیتم رو در واقع دارم. یکی کوئری هست، یکی کی و ولیو. خب کوئری در واقع میشه مثلا معادل همون کانتکست وکتورها در نظر گرفت و ولیو هم از روی داده ورودی در واقع داره ساخته میشه. خب اگر نگاه کنید بردارهای کی توی این در قسمتی که دارم اشاره میکنم از روی ورودی در واقع داره ساخته میشه، از روی x داره ساخته میشه. بردار ولیو هم به همین شکل داره از روی x حساب میشه. سیمیلاریتی یا شباهت بین کوئری و کی تو هر لحظه حساب میشه، تو هر تایم فریم یا هر تایم استپ و بعد معمولا همین یه جور نورمالایز هم میشه، با این ضریبی که اینجا میبینید نورمالایز هم میشه. ولی اگه نگاه کنید شباهت بر اساس یک ضرب نقطه‌ای داره انجام میشه، یعنی شما فقط کافیه کوئری رو در کی ضرب کنید و این ضربه حالا هر عدد بزرگتر باشه یعنی اون در دو تا آیتم شباهت بیشتری به هم دارن. بعد در واقع خروجی این سیمیلاریتی رو از یه تابع سافت مکس عبور میدم و بعد در نهایت حالا خروجی من چی هستش؟ خروجی من میشه یک مجموع وزندار شده از ولیوها هم که دیدید از روی x ساخته میشد. x ها همون در واقع ورودی های من عملا داره با ضریب اتنشن وزندار میشه و خروجی دیکودر ساخته میشه. حالا اینجا میبینید که ابعاد در واقع هر کدوم از اینها رو اینجا یادداشت کرده. حالا من در واقع توی شکل استپ بای استپ بهتون نشون میدم که چه اتفاقی داره میفته. این کوئری های من که اینجا ثابت هستن، کی که اینجا میبینید از روی ورودی داره ساخته میشه، شباهت بین کوئری ها و کی ها محاسبه میشه، از یک تابع سافت مکس عبور داده میشه، ضریب اتنشن محاسبه میشه و برای تولید خروجی من باید ولیو ها رو داشته باشم. ولیو ها هم از روی ورودی ها ساخته میشن، در نهایت ولیو ها وزندار میشن، همگی با هم جمع میشن و بعد شما این خروجی رو به این شکل خواهید داشت. خب
نکته که وجود داره اینه که چرا من این در واقع ماتریس های رو اینجا به کار بردم. ببینید همه این پارامترها، یعنی ماتریس WK، ماتریس WV، ماتریس های ترینبلی هستن. یعنی شما در طول فاز آموزش دارید این ماتریس ها رو آموزش میدید، پس دستتون رو دارید بازتر میکنید، دارید مثل اینکه دارید پارامتر بیشتری رو به اون مدلتون اضافه میکنید، پارامترهایی که میتونن آموزش ببینن و خاص بشن برای در واقع کاربردی که شما مد نظرتون هست، اون هدفی که شما مد نظرتون هست. پس اضافه شدن این ماتریس ها کمک میکنه به فرآیند در واقع، حالا اون پروسه‌ای که من دارم ترنسلیشن هست، ایمیج کپشنینگ هست، هر پروسه‌ای که در واقع در نظر دارید. خب حالا سلف اتنشن چیه؟ این توضیحی که من دادم اتنشن در واقع جنرال بود. حالا چرا جنرال؟ از چه جهت میگم جنرال؟ مثلا بالفرض ورودی من میتونه تصویر باشه تو این حالت، یعنی x1 x2 x های من میتونن از جنس تصویر باشن، اما q های q1 q2 q3 q4 من میتونن از جنس متن باشن. پس الان اینجا تفاوت وجود داره. به صورت جنرال میتونه اینا تایپاش با هم تفاوت داشته باشه. کلی به صورت جنرال توی لایه اتنشن کوئری و در واقع ورودی های ما میتونن از جنس های مختلفی داشته باشن، بالفرض تصویر و متن باشه. ولی توی لایه سلف اتنشن خب اون چیزی که الان توی این شکل تقریبا واضحه اینه که کوئری ها هم از روی خود داده ورودی داره ساخته میشه. یعنی شما عملا کوئری رو هم دارید از روی داده ورودیتون میسازید، پس یه ماتریس WK هم اضافه میشه که میشه یک در واقع مثل که یک تبدیلی از اون یا یک جمع وزندار شده از ورودی های شما. تو این حالت جنس کوئری و کی هامون یکی هست، مثلا هر دو بالفرض تصویر هستن یا هر دو متن هستن، ولی بقیه روال کار رو میبینید هیچ فرقی نداره. شباهت ما کی و ولیو رو از روی ایکس ها در واقع محاسبه میکنیم. شباهت یا سیمیلاریتی بین کوئری ها و کی ها محاسبه میشه، نورمالایز میشه، از یه تابع سافت مکس عبور داده میشه و بعد در نهایت خروج نهایی میشه یک مجموعه وزندار شده از در واقع ولیو های ما. خب این هم در واقع این شکل داره اینو نشون میده. کوئری های شما، کی های شما در هم ضرب میشن، از یک تابع سافت مکس عبور داده میشه و توی شکل بعدی میبینید خروجی های y2 و y3 که ظاهر میشه. یه مشکلی که فقط وجود داره در مورد مکانیزم اتنشن اینه که اگر من بیام ورودی هام رو پرمیوت کنم، یعنی جابجاشون کنم، ترتیبات رو به هم بریزم، اون چیزی که در واقع اتفاقی که میفته اینه که این ضرایب هم به همون ترتیب اگر توی شکل نگاه کنید جابجا شدن نسبت به هم دیگه و در واقع خروجی های شما به همین ترتیب تغییر کردن. یعنی عملاً اتنشن، اون مکانیزم اتنشن من کاری به موقعیت این آیتم ها نداره. یعنی عملاً مثل یک سری اعضای مجموعه به این کوئری ها و کی ها نگاه میکنه که حالا پرمیوتیشنشون خیلی تأثیری روی نتیجه کار نداره. برای اینکه این مشکل رو بتونیم حل کنیم، خب خیلی وقتا من مثلا در مورد پچ های یک تصویر یا در مورد مثلا توکن های یک جمله ترتیب قرارگیریشون هم برای من اهمیت داره. خب من میخوام این اطلاعات هم در واقع توی مکانیزم اتنشن من در نظر گرفته بشن. کاری که میکنم اینه که پوزیشن یا جایگاه اون توکن ها رو یا اون ورودی ها رو انکود میکنم، اونا رو هم در واقع به داده ورودیم کانکت میکنم و بعد اینها هم در واقع در نظر گرفته میشن. یعنی الان دیگه اون اصطلاح بهش میگیم اصطلاح پوزیشنال انکودینگ رو استفاده میکنیم. این پوزیشنال انکودینگ در واقع دیگه یعنی اتنشن شما دیگه اینجوری نیست که اصلا موقعیت اینا رو در نظر نگیره. الان دیگه موقعیت اینها هم توی این دیتای شما قرار گرفته و لحاظ خواهد شد. اگر سوالی دارید لطفاً بپرسید. سلام، صدای من هست؟ سلام، بله بفرمایید. ببخشید من اون ساختاری که مثلا با کانتکست وکتور رو نمیدونم هیدن اسمیت و اینا توضیح دادید متوجه شدم، ولی نمیتونم تطبیقش بدم با این
کوئری و کیو ولیو؟ ببینید فرقی نداره، حالا جنرال تر باید فکر کنید. کوئری های شما مثل متنای شما هستن، مثل این کانتکست هایی که اینجا داره ساخته میشه، این کلماتی که اینجا داره ساخته میشه، این کانتکست ها رو مثلا به عنوان کوئری در نظر بگیرید، C1 C2 C3 C4 و بعد این اطلاعات H1 و اینها هم مثل کی و ولیو هستن. البته حواستون باشه کی و ولیو از روی ورودی ها داره ساخته میشه، فقط یک در واقع ضرب ماتریسی از ورودیه. مثل اینکه شما این ماتریس H که الان اینجا دارید میبینید، این ماتریس 3x3 که دارید میبینید، مثلا در یک W کی، در یک W کی ضربش کنید، مثلا کی ها به دست میاد، در یک W V ضربش کنید یا در یک W ولیو ضربش کنید. بعد ببینید اگه بخوایم تطبیقش بدیم به این، مثلا اینکه این ماتریس 3x3 H که اینجا وجود داره، اگه من به عنوان مثلا همون داده ورودی X در نظر بگیرم، میتونم از روی داده ورودی ولیو ها و کی ها رو تشکیل بدم. یعنی ولیو ها و کی ها چیزی نیست جز همین داده ورودی شما، همین ماتریس H که H11 H12 تا H33 هستش. و از این طرف این C1 C2 C3 C4 هم که این ور داره جنریت میشه رو میتونید به عنوان کوئری در نظر بگیرید. نمیدونم سوالتون رو جواب دادم یا نه. بله متشکرم. خب این پوزیشنال انکودینگ رو هم گفتم. حالا ببینید اینجا این که فرمودید پوزیشنال همیشه مثلا هم برد رو تشخیص میده که برده، هم جاش رو تشخیص میده تو تصویر، درسته؟ درست متوجه شدم؟ نه این به عنوان ورودیه. این پوزیشنال انکودینگ تو خروجی نیست، جاش رو ما نداریم تو خروجی. این فقط وقتی شما دارید پچ های یه تصویر رو به عنوان ورودی به علایه اتنشن اعمال میکنید، موقعیت اون پچ رو تو تصویر هم بهش میدید. متوجه شدم، ممنونم. این فقط تو بخش ورودیه، ما تو خروجی اصلا هیچی راجع به پوزیشنال نداریم. فقط داره میگه توی بعضی از کارها بهتر هستش که چون ترتیب این پچ ها مهم هستش، که مثلا فرض کنید شما این تصویر رو الان به شکل پچ در آوردید، از نظر این تصویر رو پچش کردم، مثلا تیکای کوچیکش تقسیم کردم. اگه خود اتنشن ذاتاً کاری به این یعنی هر پرمیوتی از این پچ ها رو در نظر میگیره بدون اینکه جایگاه اینا رو در نظر بگیره، در حالی که مثلا من برام مهم هست که این دو تا پچ کنار هم هستن، پچ های مجاور برای من اهمیت بیشتری دارن تا پچ هایی که از هم دور هستن. شباهت های اینا برای من اهمیت بیشتری داره. برای اینکه این اطلاعات رو هم توی مکانیزم اتنشن جا بدم، باید خودم در واقع اینو بهش اضافه کنم. یعنی به عنوان داده ورودی، وقتی دارید ورودی رو به مکانیزم اتنشن اعمال میکنید، این انکودینگ ها رو هم بهش اضافه میکنید. خب متشکرم. حالا یک خواهش میکنم، این یه شکل دیگه ای از یک در واقع لایه سلف اتنشن رو داره نشون میده. خود این میبینید یک در واقع ورودی ایکسی رو داریم که یکی از این سطرهاش یه پچش اصطلاحاً یه تیکه ازش میتونه به عنوان کوئری در نظر گرفته بشه و بعد از روی این ایکس کی و ولیو ها ساخته میشن. حالا میتونید به ابعادشون هم دقت کنید. شباهت بین کوئری و کی ها محاسبه میشه و در نهایت خروجی که در واقع اینجا خواهیم داشت که توی فاز دیکودینگ داریم استفادهش میکنیم، یه جور مجموعه وزندار شده ولیو های من هست. این هم در واقع یه نمای دیگه ای از این سلف اتنشن لیر رو داره نشون میده. ابعاد ماتریس هایی که میتونیم داشته باشیم که میتونه به این شکل باشه، همونطور که میبینید کوئری، این البته سلف اتنشن دیگه، یعنی همه اینا دارن از روی ایکس ساخته میشن. کوئری و کی ها شباهتشون محاسبه میشه، از یه سافت مکس عبور داده میشه و بعد مقادیر ولیو با این سافت مکس وزندار میشن و خروجی شما رو خواهند داد. این خروجی به عنوان کانتکست وکتور توی دیکودینگ استفاده میشه. خب مثلا یه مثال اگه ازش بخوام بزنم، توی یک جمله مثلا ایتی که اینجا دارید میبینید، این ایت داره مثلا اتند میکنه به این انیمال یا استریت. پس در واقع مثل اینه که شما یک جمله رو دارید کلمات خودش رو با خودش
میزان اتند شدنشون رو نسبت به همدیگه دارید در نظر میگیرید و محاسبه میکنید. تا اینجا سوالی نیست؟ خب بریم سراغ مالتی هد. اتنشن به چه صورتی میشه؟ پچ ها میشن اینا، به جای توکن های یا کلمات یک جمله یه سری پچ اینجا قرار میگیره که مثلا پچ های من مثلا سایزش یه پنجره های 16 در 16 پیکسل میتونه باشه. خب بریم سراغ مولتی هد سلف اتنشن لیر که در واقع همطور که میبینید در واقع من چند تا مسیر موازی دارم. یک مجموعی از داده های ورودی رو دارم استفاده می کنم و چند تا مسیر موازی رو به این شکل دارم استفاده می کنم. حالا ترتیب این یا شکل این ترکیبشون رو اینجا دارید می بینید. اساس کار فرقی نکرده. این ورودی ها، سه تا ورودی مختلف رو که می بینید به این شکل اینا با هم ترکیب شدن. این در واقع قسمت اولیه به این شکل اعمال شده به اتنشن این لایه اولمون یا هد اولمون. این قسمت دومی میشه هد دوممون که به این ترتیب خروجی ها رو میسازه و هد سوممون هم که به این شکل داره خروجی ها رو میسازه. در نهایت این خروجی ها دوباره مشابه با همون کاری که برای ورودی ها کردیم با هم کانکت میشن و خروجی در واقع خروجی مورد نظر شما در واقع ساخته میشه یا جنریت میشه. حالا اگر شما فقط بالفرض یه خروجی نیاز داشته باشید میتونید از لینیر پروژکشن هم استفاده کنید. نکته جالبی که در مورد در واقع اتنشن وجود داره اینه که شما یه سری ماتریس های ترینبل دارید که همه اینها پارامترهاشون میتونه در طول فرآیند آموزش ببینه. حالا اگه بخوام یه نمای دیگه از مالتی سلف اتنشن لیر رو نشون بدم، همون کیو رو ما داریم، فقط میبینید چندین تکرار در واقع وجود داره. به همین ترتیب چند تا در واقع ماتریس کی داریم، چند تا ماتریس ولیو داریم که همه اینا البته مقادیرشون پارامتراشون چون ماتریس های وزنشون متفاوت هست مقادیر متفاوتی هستن. یعنی مثل اینکه شما دارید به صورت موازی از چند جهت در واقع این کار رو انجام میدید. اینجا تعداد هد هایی که توی کارتون دارید که توی این شکل خاص 3 تا هد استفاده شده. خب مثلا فرض کنید این الان یک جمله است که 2 تا هد در نظر گرفته یا 2 تا سلف اتنشن لیر در نظر گرفته شده. میبینید که به 2 شکل مختلف این جملات نسبت به هم دیگه کلماتشون اتند کردن. حالا کلماتی که پررنگتر، اون قسمت هایی که پررنگتر هستن بالفرض اتند بیشتری نسبت به هم دیگه داشتن و اون رنگای روشنتر اتند یا ضریب کمتری داشتن، وزن کمتری داشتن. نکته بعدی که در واقع باید در نظر بگیریم کازال سلف اتنشن لیر هست که خیلی وقتا خصوصا تو دیکودرها شما وقتی که میخواید ضریب اتنشن رو حساب کنید خب ترتیب این جمله مشخص هست دیگه. میگه life is short, it desert first. خب ببینید اتفاقی که میفته اینه که چون شما کلماتتون داره به ترتیب جنریت میشه، یعنی شما لایف رو که تولید کردید کلمات بعدی هنوز جنریت نشدن، پس عملا یه بخش هایی از این ماتریس اتنشنتون ماسک شده، یعنی اصلا هنوز نمیتونید اینا رو محاسبه کنید چون کلمات بعدی هنوز وارد نشدن. این به عملا تو قسمت دیکودرها این اتفاق میفته که شما کلمه به کلمه که دارید تولید میکنید هر کلمه فقط میتونه اتند کنه نسبت به کلمات ما قبل خودش و کلمات بعدی رو چون هنوز نیومده نمیتونیم این ضریب اتنشن رو براش محاسبه کنیم که تحت عنوان ماسک سلف اتنشن یا کازال سلف اتنشن هم گفته میشه. یه مورد دیگه هم هست که این هم جالبه، کراس اتنشن لیر هست که شما 2 تا در واقع ورودی مختلف رو x1 و x2 رو مثلا 2 تا تصویر مختلف رو بالفرض میتونید نسبت به هم دیگه به همون ترتیب فقط ماتریس کوئری از روی x ها داره ساخته میشه ولی کی و ولی ها داره از روی مثلا فرض کنید تصویر x2 ساخته میشه و بعد بقیه پروسه مشابه با هم دیگه است. خب فکر میکنم مطالبی که آماده کرده بودم
کامل شدن. اگر سوالی یا اشکالی دارید بفرمایید، من در خدمتتون هستم. استاد ببخشید، یکی از دوستان سوالشون رو در قالب متن پرسیدن، اگر بتونید زحمت بکشید پیام ها رو چک کنید که ببینید سوالشون رو. اسلاید ها رو فکر کنم باید بپرسن، چه ذره البته یکی از اسلایدها رو بله حتما من میذارم توی گروه، برای خانم بارونی ارسال میکنم که اگر خواستید داشته باشید. فقط اسلایدها رو من حالا منبعش هم ذکر کنم، از روی در واقع سایت دانشگاه میشیگان، در واقع بحث مکانیزم اتنشن در واقع رفرنس اصلی این اسلاید هست. بله ممنون استاد. اگه میشه منبع ذکر بشه، به خاطر اینکه بعضی از دوستان الان اینجا هستن که از دانشگاه تهران شمال نیستن و از طریق گروه انجمن هوش با ما همراه هستن، بنابراین من داخل اون گروه میذارم اسلایدر رو. آره حتما. حالا من منبع این در واقع تصاویری که گذاشته بودم من حتما توی اسلاید اولم اضافه میکنم که داشته باشید. خیلی ممنون، متشکرم. اگر که بخش شما تموم شد استاد، یکی از دوستان سوال داشتن ولی نه دستشون بردن. اگر که بخش شما تموم شد، آقای سعید احزاد اگر سوال دارین بفرمایید. آقای سعید شهرزاد دسترسیتون باز شد، اگر که سوالی دارین بفرمایید. سلام، وقت بخیر. صدای من هستش؟ بله بفرمایید، صداتون رو دارم. معذرت میخوام، خواستم در مورد حالا معماری های دیگه برای اضافه کردن لایه اتنشن، مثلا برای CNN یا LSTM هم یه مختصر توضیح بدید ممنون میشم. چجوری اینو اضافه بکنیم برای کارهای مثل کلاسیفیکیشن که ما درصد اکیورسی رو مثلا بیشتر بکنیم؟ نه CNN میتونه ویژگی ها رو آماده کنه برای این دیکودر شما، مثل همون ایمیج کپشنینگی که توضیح دادم. یعنی CNN شما اون اطلاعاتی که استخراج میکنه رو میتونید به عنوان ورودی استفاده کنید، یعنی میشه در واقع کی و ولیوی شما، مقادیر CNN. و بعد شما تو قسمت دیکودرتون که داره کلمات رو جنریت میکنه، اون کانتکست وکتور هایی که توی دیکودرتون داره ساخته میشن، اونا میتونن به عنوان کوئری در نظر گرفته بشن. خب حالا فقط یه نکته وجود داره، اینه که شما من توی معماری RNN توضیح دادم، گفتم که بذارید من یه لحظه اسلاید رو بیارم. خب من اینو توضیح دادم که این یک معماریه. اینجا میبینید دیگه، درسته؟ خب اینجا الان این چیزی که شما الان اینجا دارید میبینید یک RNN ساده است، ولی من میتونم به جای سل های ساده RNN از سل های LSTM یا GRU هم اینجا استفاده کنم. هیچ محدودیتی وجود نداره. یعنی شما میتونید به جای این سل های RNN از سل های LSTM استفاده کنید، یعنی H1, H2, H3, H4 تون در واقع LSTM باشه و همینطور S1, S2, S3, S4 تون هم از سل های LSTM به جای RNN ساده استفاده کنید. عذر میخوام، برای خود CNN منظورم بود، یعنی ما خود همون CNN رو به عنوان همون کاربرد سادهش واسه کلاسیفیکیشن داشته باشیم. CNN شما میتونید توش حالا به این شکلی که من حالا توضیح دادم، ولی اون حالت بلاک مانند داره، ولی اون هم CNN هم میتونید، یعنی شما بین اون قسمت های مختلف، پچ های مختلفی که وجود داره میتونید اتنشن رو اضافه کنید. حالا من فکر میکنم عنوانش رو براتون میذارم توی گروه که چک کنید. من بیشتر اینجا حالت جنریشن یعنی دیکودری کار کردم، ولی شما میتونید اطلاعات اتنشن رو توی CNN ها هم استفاده کنید، اضافه کنید توی لایه هاتون اگه منظورتون همچین آیتمی هست. بله خیلی ممنون. بله خیلی ممنون. دوستان کسی دیگه سوال داره در رابطه با موضوع وبینار؟
خب خانم دکتر خیلی ممنون از ارائهتون، سپاسگزارم. اگر اجازه بدید بریم برای بخش دوم که آقای عبداللهی بخش کد رو ارائه بدن. بله ممنونم، متشکرم از شما. خیلی ممنون، لطفتون، متشکرم، سپاسگزارم. وقت همگی بخیر. آقای عبداللهی، وقت همگی بخیر. ممنون از وقتی که گذاشتید. من صدا رو پس میبندم. بفرمایید. خیلی ممنون. آقای عبداللهی خیلی ممنون. اگر آماده هستین لطفاً شما شیر بفرمایید و بریم برای بخش دوم وبینار. سلام، وقت همگی بخیر باشه. ببخشید صدا و تصویر رو داریم؟ یه فیدبک بدین که من استارت ارائه رو داشته باشم. خب خیلی ممنون از خانم دکتر بابت ارائه خوبشون. خسته نباشین خانم دکتر، خدا قوت میگم. با اجازهتون من هم در ادامه فرمایشتون ارائه رو شروع میکنم. خب اتنشن مکانیزم یا مکانیزم های توجه تو شبکه های عصبی از طبیعت انتخابی ادراک انسان اعلام گرفته شدن. اونها به خاطر مدل ها اجازه میدن تا روی مرتبط ترین بخش داده های ورودیمون تمرکز کنن و عملکرد خود رو تو کارهایی مثل ترنسلیشن یا ایمیج ریکگنیشن و موارد دیگه بهبود ببخشن. اهمیت مکانیزم های توجه تو توانایی اونها برای افزایش اینترپرتیبیلیتی یا تفسیر پذیری و کارایی شبکه های عصبی هستش که منجر میشه که عملکرد بهتری رو تو کارهای پیچیده‌تری داشته باشن که نیاز به درک دقیق‌تر داده های ورودی داره. خب مکانیزم های توجه برای تبدیل شدن به بخش اساسی از معماری شبکه های عصبی به ویژه تو زمینه‌هایی مثل پردازش زبان طبیعی و بینایی کامپیوتر در واقع تکامل پیدا کردن. ما انواع مختلف مکانیزم های توجه رو داریم که حالا توی اینجا 6 مورد از این مکانیزم ها رو آوردیم و قراره که هر کدوم از اینها رو بررسی کنیم و پیاده سازیشون رو داشته باشیم. soft attention, hard attention, self attention, multi-head attention, cross attention و casual attention رو در ادامه بررسی میکنیم. خب اولین اتنشنی که بررسی میکنیم سافت اتنشن هستش. مکانیزم سافت اتنشن نوعی اتنشنی که به مدل اجازه میده تا برای هر مرحله از خروجی بر روی قسمت‌های مختلف ورودی در واقع تمرکز کنه. این نوع توجه قابل تشخیص هستش، به این معنی که میتونیم اون رو به راحتی تو مدل‌های شبکه عصبی ادغام کنیم و با استفاده از روش‌های استاندارد بک پروپاگیشن یا همون پس انتشار استاندارد آموزش بدیم. سافت اتنشن به هر بخش از داده‌های ورودی وزنی اختصاص میده و به مدل این امکان رو میده که تا تمام اطلاعات موجود رو استفاده کنه، اما بیشتر بر روی بخش‌هایی تمرکز میکنه که به نظر مهمتر میان. معمولا تو کارهایی مثل ماشین ترنسلیشن یا ترجمه ماشین، ایمیج کپشنینگ یا همون شرح تصاویر استفاده میشه. مکانیزم توجه در واقع به یک تکنیک محاسباتی مورد استفاده توی مدل‌های یادگیری ماشین گفته میشه، به ویژه اونایی که با توالی‌هایی مثل در واقع متن یا داده‌های سری زمانی سر و کار دارن اشاره میکنه. روشی که مدل رو قادر میسازه تا به صورت پویا بخش‌های خاصی از داده‌های ورودی رو برجسته کنه. مدل میتونه اهمیت بخش‌های مختلف داده‌های ورودی رو هنگام پیش‌بینی یا تولید خروجی بسنجه. مکانیزم با تمام داده‌های ورودی یکسان برخورد نمی‌کنه. در عوض بخش‌های خاصی از ورودی رو شناسایی می‌کنه و اهمیت بیشتری به اونها میده. تو یک فرایند سکوئنشیال یا همون متوالی مانند ترجمه زبان یا تولید متن، هر استپ در واقع مربوط به بخشی از دنباله خروجی هستش، مانند یک کلمه یا کاراکتر. مکانیزم سافت اتنشن میتونه تمرکز خود رو برای هر یک از این مراحل تغییر بده و به مدل اجازه میده تا هنگام تولید هر بخش از خروجی بخش‌های مختلف ورودی رو در نظر بگیره. در اصل مکانیزم توجه نرم یا همون سافت اتنشن توانایی مدل رو برای مقابله با ورودی‌های پیچیده با تمرکز انتخابی بر مرتبط‌ترین اطلاعات در واقع افزایش میده. این به ویژه تو کارهایی که تو زمینه یا ارتباط داده‌های ورودی میتونن به طور قابل توجهی در واقع متفاوت باشن مفیده. خب این کد در واقع پیاده سازی مکانیزم سافت اتنشن رو با استفاده از پایتورچ ارائه میده. بخش اول ما وارد کردن کتابخونه ها و ماژول ها رو داریم که همونطور که می‌بینید تو اینجا ماژول های لازم رو ما از پایتورچ وارد میکنیم. تورچ ماژول اصلی پایتورچ هستش. torch.nn در واقع شامل کلاس هایی برای کمک به ایجاد شبکه های عصبی هستش و تورچ
.nn.functional شامل توابعی مثل توابع فعالسازی و عملیات کانولوشن میشه. قسمت بعدی در واقع تعریف کلاس سافت اتنشن هستش. ما در حال تعریف یک کلاس سافت اتنشن هستیم که از در واقع nn.module که یک کلاس پایه برای همه ماژول های شبکه عصبی هستش به ارث میبره. بعد قسمت بعدی که میبینید کانستراکتور اینیت هستش یا سازنده اینیت هستش. توی سازنده ما کلاس در واقع کلاس رو با ایمیج دایمنشن و هیدن دایمنشن مقدار دهی اولیه میکنیم. ما همچنین یک لایه خطی رو برای اتنشن تعریف میکنیم که یاد میگیره وزن‌ها در واقع وزن‌های اهمیت رو به ورودی‌ها اختصاص بده. قسمت بعدی فوروارد پس هستش. روش فوروارد چگونگی جریان داده ها رو از طریق شبکه تعریف میکنه. ما خروجی های رمزگذار یا همون انکودر آوتپوت رو و لایه پنهان رو به عنوان ورودی میگیریم. و توی قسمت بعد یعنی کانکتینیشن رو داریم که الحاق هستش. ما حالت هیدن رو تکرار میکنیم تا به طول در واقع با طول دنباله انکودر آوتپوت مطابقت داشته باشه. اونها رو برای مطابقت با ابعاد جابجا میکنیم و اونها رو به هم در نهایت وصل میکنیم. قسمت بعدی در واقع اتنشن اسکور هستش یا امتیازات اتنشن هستش. خب لایه خطی اتنشن رو روی تنسور ادغام شده اعمال میکنیم تا اتنشن اسکور راو رو به دست بیاریم. بعد سافت مکس رو برای به دست آوردن امتیازات اتنشن نرمال شده اعمال میکنیم. و در آخر بردار زمینه یا کانتکست وکتور رو داریم. ما از ضرب ماتریس دسته‌ای یا بچ ماتریکس مولتیپلیکیشن برای اعمال امتیازات اتنشن به انکودر آوتپوت استفاده می‌کنیم تا بردار زمینه رو به دست بیاریم که مجموع وزن خروجی‌های رمزگذاری شده هستش. خب نمونه استفاده در نهایت یک نمونه از سافت اتنشن رو ایجاد می‌کنیم و مقدار انکودر آوتپوت و هیدن رو در واقع پاس میکنیم تا کانتکست وکتور و اتنشن اسکور رو دریافت کنیم. این کد یک مکانیزم سافت اتنشن ساده رو پیاده سازی میکنه که جزء اساسی بسیاری از مدل های سکونس تو سکونس یا دنباله به دنباله به ویژه توی وظایف پردازش NLP و زبان طبیعی هستش. مکانیزم توجه به مدل این امکان رو میده که تو هنگام تولید هر قسمت از دنباله خروجی روی قسمت‌های مختلف دنباله ورودی تمرکز کنه که میتونه به ویژه توی هنگام برخورد با توالی‌های ورودی که طولانی هستن مفید باشه. خب حالا ما توی این قسمت سافت اتنشن رو میایم روی در واقع دیتا ست سیفارته میخوایم پیاده سازی کنیم. خب این کد یک شبکه عصبی کانولوشن یا همون CNN رو با مکانیزم سافت اتنشن با استفاده از کراس روی دیتا ست سیفارتن 10 در واقع تعریف میکنیم و یک ماسکی که در واقع آموخته شده بهش یاد دادیم که روی فیچر مپ های لایه کانولوشن اعمال بشه رو به شبکه این اجازه رو میده که روی مرتبط ترین بخش های تصویر در واقع تمرکز کنه. خب اولین قسمتی که هستش مجددا وارد کردن کتابخونه ها و ماژول ها هستش. خب در واقع نامپای برای عملیات عددی هستش، matplotlib.pyplot برای رسم نمودارها هستن و ماژول در واقع کراس برای ساختن مدل های شبکه عصبی. همونطور که میبینید ما از ماژول کراس در واقع سیفارتن 10 مدل، لایه دنس، کانولوشن، فلتن، مکس پولین و غیره رو در واقع ایمپورت میکنیم و وارد اسکریپت پایتون میکنیم. قسمت بعدی بارگیری و آماده سازی دیتا ستمون هستش. خب مجموع داده سیفارتن 10 شامل 60,000 تصویر رنگی هستش که اندازهشون 32 در 32 پیکسل هستن و توی 10 کلاس مختلف در واقع تقسیم بندی میشن. برچسب‌ها هم به صورت دسته‌بندی کدگذاری شدن. دیتا ست سیفارتن تو مجموعه های ترین و تست در واقع بارگذاری میشن و تابع تو کاتگوریکال بردارهای ماتریکس کلاس رو به ماتریس های کلاس باینری تبدیل میکنه. قسمت بعدی نرمال سازی داده ها هستن. مقادیر پیکسل تصاویر از اعداد اینتجر یا همون صحیح که از 0 تا 255 هستن به مقادیر اعشاری یا همون فلوت که از 0 تا 1 هستن تبدیل میشه.
این کار به فرایند آموزش برای عملکرد بهتر شبکه عصبیمون در واقع کمک میکنه. قسمت بعدی تعریف ماژول سافت اتنشن هستش. تاب سافت اتنشن برای ایجاد مکانیزم سافت اتنشن تعریف شده. ما از یک لایه کانولوشنال با یک فیلتر برای ایجاد یک اتنشن مپ یا نقشه توجه استفاده می‌کنیم که بعد از نظر المنت وایز یا عنصری با فیچر مپ در واقع با فیچر مپ ورودی ضرب میشن تا روی ویژگی‌های مهم تمرکز کنه. از یک لایه کانولوشن دو بعدی با یک فیلتر برای یادگیری وزن در واقع استفاده می‌کنیم. لایه اکتیویشن یا همون فعالسازمون رو روی تابع سیگموید تنظیم می‌کنیم و برای نرمال سازی وزن‌ها هم بین 0 و 1 در واقع اعمال می‌کنیم این کار رو. تابع مولتیپلای یا همون ضرب هم در واقع وزن‌های توجه رو به لایه‌های ورودیمون اعمال می‌کنه. قسمت بعدی ساخت مدل شبکه عصبی کانولوشنمون هستش. ما مدل رو با استفاده از API عملکردی کراس در واقع میسازیم. با یک لایه ورودی شروع میشه و به دنبالای اون لایه کانولوشن رو داریم، لایه مکس پولینگ رو داریم، ماژول سافت اتنشن، فلتن و لایه های دنس قرار میگیرن. لایه خروجی نهایی هم از فعالساز سافت مکس برای طبقه بندی استفاده میشه. یک لایه اینپوت برای تعریف شکل ورودی داریم، لایه های کانولوشن دو بعدی و مکس پولینگ دو بعدی برای فیچر اکسترکشن یا همون استخراج ویژگیمون هستن که در واقع تعریف شدن. تا به سافت اتنشن به لایه کانولوشن دوم اعمال میشه. لایه فلتن هم برای تبدیل ویژگی های دو بعدی به یک بردار یک بعدی در واقع استفاده میشه و در نهایت هم لایه های دنس رو برای طبقه بندی با آخرین لایه از فعالساز سافت مکس که برای طبقه بندی چند کلاس استفاده میشه رو میاریم. قسمتی که میبینید در واقع کامپایل مدل هستش. این مدل رو ما با بهینه‌ساز آدام و در واقع تابع لاس فانکشن کاتگوریکال کراس انتروپی و متریک ارزیابی اکوریسی گردآوری میکنیم و کامپایل میکنیم. قسمت بعدی آموزش مدلمون هستش. این مدل رو روی داده‌های آموزشی برای 10 ایپاک یا 10 دوره در واقعی که مشخص کردیم آموزش میدیم، کامپایلش میکنیم و با اندازه دسته‌ای یا همون بچ 64 آموزش میدیم. داده‌های اعتبار سنجی یا همون ولیدیشن رو برای نظارت بر عملکرد مدل روی داده‌های آنسین یا دیده نشده‌مون در واقع ارائه میکنیم. برای ثبت فرایند آموزش هم از یک رکورد هیستوری استفاده میکنیم که بعداً بتونیم در واقع نتایجمون رو ترسیم کنیم. قسمت بعدی ترسیم نتایج هستش. ما تاریخچه آموزش برای ترسیم اکوریسی و لاس مدل رو توی دوره‌های آموزشی برای مجموعه‌های آموزشی و اعتبار سنجی استفاده میکنیم. خب این قطعه کد در واقع نمونه‌ای از تعریف و آموزش یک شبکه عصبی با مکانیزم سافت اتنشن روی دیتاست سیفارتن بود و به دنبال اون نتایج آموزش رو ما در واقع ترسیم میکنیم. ماژول سافت اتنشن توی شبکه به مدل این امکان رو میده که در طول فرایند آموزش روی آموزنده ترین قسمت های تصویر تمرکز کنه و به طور بالقوه عملکرد خودش رو برای یادگیری تو طبقه بندی تصویر یا پیش بینی تسک های دیگه بهبود میبخشه. بنابراین انتظار میره که مکانیزم توجه به شبکه کمک کنه تا بر روی مرتبط ترین قسمت های تصویر ورودی در واقع تمرکز کنه و کار طبقه بندی رو انجام بده. و در نهایت نمودارهای رسم شده هم به تجسم پیشرفت یادگیری و رفتار همگرایی مدل ما کمک میکنه. اتنشن بعدی در واقع هارد اتنشن هستش. برخلاف سافت اتنشن توجه نر، هارد اتنشن تنها زیر مجموعی از داده‌های ورودی رو برای تمرکز انتخاب میکنه که باعث میشه اون رو غیر قابل تمایز و در نتیجه آموزش با استفاده از روش‌های استاندارد سخت‌تر کنه. اغلب به تکنیک‌هایی که مانند یادگیری تقویتی یا روش‌های کاهش واریانس برای آموزش نیاز دارن. هارد اتنشن میتونه از نظر محاسباتی کارآمدتر باشه چون داده‌های کمتری رو پردازش میکنه و توی برنامه‌هایی استفاده میشه که تنها بخش کوچکی از ورودی مرتبط هستن، مثل پاسخگویی به سوالات بصری. مکانیزم‌های هارد اتنشن به طور انتخابی بر روی بخش‌های خاصی از داده‌های ورودی تمرکز میکنه، در حالی که بقیه رو نادیده میگیره.
که با در واقع سافت اتنشن که همه بخش ها رو با وزن های متفاوت در نظر میگیره متفاوته. این کد در واقع پیاده سازی مکانیزم هارد اتنشن رو قرار توضیح بدیم که باز هم روی مجموعه دیتای سیفارتن 10 که شامل چند مرحله هستن در واقع ارائه میده. خب مجددا بخش اولمون وارد کردن کتابخونه‌ها و ماژول‌ها هستن. این بخش رو در واقع این کد رو ما با تنسورفلو پیاده سازی کردیم برخلاف سافت اتنشن که با فریم ورک پایتورچ بود. این بخش تنسورفلو و چندین ماژول اون رو که برای ساخت و آموزش یک شبکه عصبی نیاز داریم رو وارد می‌کنیم. بعد همچنین قسمت ایمپورت نامپای رو داریم که برای عملیات عددی نیاز هستش و متپلاتلیب که برای ترسیم نتایجمون. بارگیری داده ها رو داریم. سیفارتن در واقع توی مجموعه های آموزشی و آزمایشی بارگذاری میشن. ایکس ترین و ایکس تست حاوی داده های تصویرمون هستند، در حالی که ایگرگ ترین و ایگرگ تست حاوی برچسب های مربوطه و لیبل هاشون هستش. نرمال سازی داده ها رو داریم که داده های تصویر نرمال شدن و مقادیرشون بین 0 و 1 هستن. برچسب ها برای تناسب با فرمت خروجی شبکه عصبی در واقع کدگذاری میشن. تعریف مکانیزم هارد اتنشن رو بعدش داریم که یک تابع هارد اتنشن برای ایجاد یک اتنشن ماسک که بر روی یک ناحیه مرکزی 10 در پیکسلی از تصویر تمرکز میکنه تعریف میشه. این ماسک روی داده های ورودیمون اعمال میشه تا یادگیری مدل رو برای این منطقه در واقع متمرکز تر کنه. خب این تابع مناطق خاصی از تصویر ورودی رو برای تمرکز انتخاب میکنه. ساخت مدل رو داریم یا همون build the model with the hard attention layer. خب مدل با استفاده از API کراس ساخته شده. با یک لایه ورودی شروع میشه، یک لایه لامبدا و یک هارد اتنشن رو اعمال میکنیم. به دنبال اون یک لایه کانولوشن، یک لایه فلتن و در نهایت یک لایه دنس با فعالساز سافت مکس رو برای طبقه بندی اعمال میکنیم. قسمت کامپایل مدل رو داریم که مدل با بهینه‌ساز آدام و در واقع این کاتگوریکال کراس انتروپی به عنوان تابع ضررمون هستش و اکیوریسی رو به عنوان متریک ارزیابیمون گردآوری میکنیم. قسمت آموزش مدل رو داریم. خب این مدل روی داده‌های آموزشی سیفارتن 10 برای 10 دوره آموزش داده میشه و عملکرد بر روی داده‌های تست در واقع اعتبار سنجی میشن. و قسمت پلات رو داریم که در واقع ما میایم نتایجمون رو ترسیم میکنیم. پس از آموزش در واقع دقت آموزش و اعتبار سنجی و تابع ضرر رو توی طول دوره ها ترسیم میکنیم تا پیشرفت یادگیری مدل رو در واقع داشته باشیم. خب هر مرحله برای ساخت و آموزش یک شبکه عصبی با مکانیزم هارد اتنشن توی دیتا ست سیفارتن 10 بسیار مهمه. خب مکانیزم توجه به ویژه جالبه چون به مدل این اجازه رو میده که روی یک منطقه خاص از تصویر ورودی تمرکز کنه و به طور بالقوه توانایی خودش رو برای یادگیری ویژگی‌های مرتبط برای طبقه بندی بهبود میبخشه. اتنشن بعدی که قرار بررسی کنیم سلف اتنشن هستش. همچنین به عنوان اینترا اتنشن شناخته میشه. مکانیزم سلف اتنشن یا همون توجه به خود به مدل این اجازه رو میده که موقعیت‌های مختلف یک دنباله رو برای محاسبه در واقع نمایش از دنباله ها مرتبط کنه. این یک جزء کلیدی از مدل ترانسفورمرها هستش که در کارهای مختلف NLP مثل تکست سامرایزیشن یا خلاصه سازی متن، ترنسلیشن یا ترجمه و سنتیمنت آنالیسیس یا تحلیل احساسات در واقع بسیار موفق هستش. توانایی سلف اتنشن برای گرفتن وابستگی‌های دوربرد توی داده‌ها اون رو به ویژه قدرتمند می‌کنه. خب این کد که قرار بررسی کنیم پیاده سازی مکانیزم سلف اتنشن رو در واقع از پایتورچ روی مجموعه دیتای مجددا سیفارتن 10 استفاده می‌کنیم. توی اینجا مکانیزم سلف اتنشن برای طبقه بندی تصاویر توی یک CNN ادغام شده.
خب باز ما مجددا برای اولین کار کتابخونه‌ها و ماژول‌های مورد نیاز رو وارد می‌کنیم. torch.nn torch option در واقع اینا همونایی هستن که قبلا توی اتنشن ها پیاده سازی کردیم. torch ماژول اصلی بود. torch.nn شامل کلاس هایی برای کمک به ایجاد شبکه عصبیمون هستن. torch optim برای پیاده سازی الگوریتم بهینه‌ساز برای آموزش شبکه عصبی استفاده میشه. تورچ ویژن برای بارگیری و تبدیل مجموعه دیتای سیفارتنمون استفاده میشه. دیتا لودر ابزاریه که یک اینتربل یا قابل تکرار رو روی مجموعهمون ارائه میده، یعنی از اون برای بارگیری و مدیریت کارآمدتر مجموعه دیتامون استفاده میکنیم. و در نهایت از متپلاتلیب هم برای ترسیم تابع ضررمون و دقت ترینمون استفاده میکنیم. تعریف کلاس سلف اتنشن مدل رو داریم. این کلاس معماری شبکه رو با سلف اتنشن تعریف میکنه. از nn.module که یک کلاس پایه برای همه ماژول‌های شبکه عصبی توی پایتورچ هست به ارث میرسه. تابع اینیت هم در واقع لایه‌ها رو مقداردهی اولیه میکنه، شامل 2 تا لایه کانولوشن 1 و کانولوشن 2 هستش. لایه‌های نرمال سازی دسته‌ای یا بچ نورمالیزیشن BN1 و BN2 هستن. لایه ادغام رو داریم که پول هست. یک در واقع مولتی هد سلف اتنشن رو داریم که به عنوان اتنشن و یک لایه کاملا متصل یا فولی کانکتد که FSS هستش. متد فوروارد رو داریم که مسیر عبور شبکه رو تعریف میکنه، لایه ها رو به ترتیب اعمال میکنه و تنسور رو در صورت نیاز برای سلف اتنشن در واقع تغییر شکل میده. بارگیری داده ها رو داریم. مجموعه سیفارتن رو با استفاده از dataset.cfarten 10 با تبدیل های مشخص بارگیری میکنیم. دیتا لودر برای ترین و تست در واقع مجموعه داده ها ایجاد میشن تا پردازش دسته‌ای رو تسهیل کنن. اینیشالایزد مدل رو داریم یا مقداردهی اولیه مدل. یک نمونه از سلف اتنشن مدل رو ایجاد میکنیم. تابع ضرر رو به عنوان کراس انتروپی لاس با دستور nn.crossentropy-loss تعریف میکنیم و برای کارهای کلاسیفیکیشن در واقع این تابع ضرر رایج هستش. بهینه‌ساز رو روی آدام تنظیم میکنیم که با دستور optim.adam در واقع این کار انجام میشه. خب حلقه ترینینگ رو داریم که خب این مدل برای تعداد معینی از داده هامون که ایپاک رو ما 10 گذاشتیم آموزش داده میشه. برای هر ایپاک پارامترهای مدل با بک پروپگیشن تابع ضرر و تنظیم وزنها با استفاده از بهینه‌ساز بروز میشن. لاس و اکیوریسی آموزش برای هر دور محاسبه و ذخیره میشه. و در نهایت پس از آموزش ما میایم تابع لاس رو و دقتمون رو با استفاده از متپلاتلیب ترسیم میکنیم که پیشرفت آموزشمون رو ببینیم. خب مکانیزم سلف اتنشن به مدل اجازه میده تا اهمیت بخش‌های مختلف داده‌های ورودی رو بسنجه که میتونه به ویژه برای کارهایی که ارتباط بین بخش‌های مختلف داره مهم باشه، مثل مدل‌های توالی. بر روی ویژگی‌های خاصی از یک تصویر در واقع تمرکز میکنه. اتنشن بعدی که هستش مولتی هد اتنشن هستش. این مکانیزم با اجازه دادن به مدل برای توجه مشترک به اطلاعات از زیرفضاهای مختلف نمایش توی موقعیت‌های مختلف در واقع توجه خود رو گسترش میده. با مولتی هد اتنشن مدل ترانسفورماتورها میتونه جنبه‌های مختلفی از داده‌ها رو ثبت کنن که منجر به بهبود عملکرد توی کارهایی مثل language understanding یا درک زبان و generation یا تولید میشه. خب مجددا باز اینجا ما کتابخونه‌ها و ماژول‌های لازم رو در واقع وارد می‌کنیم. تورچ همونطور که گفتیم کتابخونه اصلی هستش برای محاسبه تنسور. torch.nn بلوک‌های ساختمانی هستند که در واقع برای شبکه‌های عصبی استفاده میشه. torch.optim رو داریم که برای الگوریتم‌های بهینه‌ساز در واقع استفاده میشن. ترانسفورمرز و تورچ ویژن رو برای بارگیری و تبدیل داده‌ها میاریم. دیتا لودر برای دسته‌بندی و به هم ریختن داده هاست.
قسمت بعدی تعریف مدلمون هستش. مولتی هد اتنشن مدل کلاسیه که از NN دات ماژول که کلاس پایه برای همه ماژول های شبکه عصبی هستند توی پایتورچ به ارث میبره. تابع اینیت مدل رو با لایه های کانولوشن 1 و کانولوشن 2، لایه های نورمال سازی در واقع یا همون بچ نورمالیزیشن BN1 و BN2 هستن. لایه ادغام پول هستش، یک لایه در واقع مولتی هد اتنشن رو راه اندازی میکنه که اتنشن میذاریم اینجا، و یک لایه کاملا متصل در واقع با FSC. متد فوروارد لایه ها رو به ترتیب اعمال میکنه، تنسور رو برای تناسب با لایه اتنشن تغییر شکل میده و در نهایت خروجی رو از لایه فولی کانکتد عبور میده تا پیش بینی کلاس رو در واقع دریافت کنه. بارگیری داده ها رو داریم. ما مجددا روی سیفارتن 10 این کار رو انجام دادیم، پیاده سازی رو انجام دادیم. ترانسفورمرز تبدیل تنسور و نورمال سازی رو برای تصویرمون اعمال میکنه. ترین لودر و تست لودر نمونه هایی از دیتا لودر هستن که به ترتیب دسته هایی از مجموعه داده های آموزشی و آزمایشی رو ارائه میدن. مقداردهی اولیه مدل رو داریم، اینیشالایزد مدل. یک نمونه از مولتی هد اتنشن مدل رو ایجاد میکنیم. بعد تابع لاس به عنوان کراس انتروپی لاس با دستور NN دات کراس انتروپی لاس تعریف میشه که برای کارهای طبقه بندی رایج هستش. بهینه ساز رو مجددا روی آدام تنظیم میکنیم با دستور اپتیم دات آدام که یک الگوریتم بهینه سازی معروف هستش. حلقه آموزشی رو داریم، ترینینگ لوپ رو داریم. توی این مدل برای تعداد معینی مجددا ما تعداد ایپاکمون رو 10 گذاشتیم. توی هر دوره پارامترهای مدل با تکرار بر روی ترین لودر محاسبه میشن، لاسمون محاسبه میشه و بک پروپگیشن انجام میشه و وزنهامون در واقع بروز میشن. لاس و اکیوریسی در حال اجرا پس از هر دوره در واقع ترک و چاپ میشه، رکورد میشه و چاپ میشه. خب در این قسمت هم ما ترسیم نتایج رو داریم که تابع plot.graph رو برای ترسیم لاس و دقت آموزش با استفاده از matplotlib تعریف میکنیم. بعد از اینکه حلقه آموزش برای نمایش نتایج فراخوانی میشه. خب کدی که دیدین در واقع نمونه معمولی از مدل پایتورچ هستش با مکانیزم مولتی هد اتنشن که اغلب توی مدل‌های ترانسفورماتورها استفاده میشه. اتنشن بعدی کراس اتنشن هستش، مورد استفاده توی مدل‌های رمزگذار و رمزگشا که انکودر یا دیکودر مدل هستن. کراس اتنشن به رمزگشاها اجازه میده تا به قسمت‌های مختلف خروجی انکودر توجه کنه. این به ویژه توی مدل‌های ترنسلیشن مفید هستش، جایی که دیکودر یا همون رمزگشا باید در حین تولید ترجمه روی قسمت‌های مختلف جمله ورودی تمرکز کنه. خب باز ما با وارد کردن کتابخونه‌ها و ماژول‌ها استارت می‌کنیم پروژه رو. تورچ مجددا کتابخونه اصلی پایتورچ هستش، torch.nn، تورچ اپتیم. اینها رو که توی اتنشن های قبلی وارد کردیم رو مجددا وارد میکنیم. کلاس کراس اتنشن مدل رو در واقع قرار پیاده سازی کنیم. این کلاس یک مدل شبکه عصبی رو تعریف میکنه که از کراس اتنشن استفاده میکنه و از NN ماژول به ارث میبره. تابع اینیت یا سازنده لایه های شبکه رو مقداردهی اولیه میکنه. کانولوشن 1 و کانولوشن 2 در واقع برای استخراج ویژگی از تصاویر آورده شده. بچ نورمالیزیشن 1 و 2 در واقع برای تثبیت یادگیری با نورمال سازی ورودی به لایه ها انجام میشه. پولینگ رو داریم که یک لایه مکس پولینگ برای کاهش ابعاد فضایی در واقع خروجی از لایه های کانولوشن هستش. کراس اتنشن که یک لایه مولتی هد اتنشنه که به مدل اجازه میده روی قسمت‌های مختلف دنباله ورودی تمرکز کنه. FSC رو داریم که همون فولی کانکتد هستش، یک لایه کاملا متصل که پیشبینی‌های کلاس نهایی رو خروجی میده. و لایه کانولوشنال رو داریم، بچ نورمالیزیشن، فعالسازی رلو، پولینگ،
که به صورت متوالی اعمال میشه. بعد خروجی رو برای لایه اتنشن صاف و جابجا میکنیم و خروجی لایه توجه به عقب منتقل میشه و قبل از ارسال به لایه کاملا متصل تغییر شکل پیدا میکنه. در این قسمت هم بارگیری دیتاها رو داریم. ترانسفورم در واقع چندین تبدیل تصویر از جمله تبدیل تصاویر به تنسور و نرمال سازی اونها رو میسازه. ترین دیتا ست و تست دیتا ست مجموعه داده سی فارتن 10 رو برای آموزش و آزمایش بارگیری میکنه. ترین لودر و تست لودر نمونه های دیتا لودر هستن که دسته ای از تصاویر و برچسب ها رو یا همون لیبل ها رو برای آموزش و آزمایش ارائه میدن. مقدار دهی اولیه مدل رو داریم که مدل نمونه ای از کراس اتنشن مدل هستش و کرایتریشن رو داریم که معیار هستش تابع ضرر کراس انتروپی لاس رو برای کارهای طبقه بندی استفاده میکنیم. اپتیمایزر رو هم روی بهینه‌ساز آدام در واقع قرار میدیم که برای بروزرسانی وزن‌های مدل استفاده میشن. حلقه آموزش رو داریم که برای تعداد مشخصی از دوره‌ها اجرا میشه. توی هر دوره مدل به حالت آموزش تنظیم میشه. حلقه روی داده‌های آموزشی تکرار میشه، لاس رو محاسبه میکنه، بک پروپاگیشن رو انجام میده و پارامترهای مدل رو بروز میکنه. لاس و اکیوریسی توی هر دوره در واقع ترک میشن. حلقه آموزشی شامل مراحل اساسی در واقع صفر کردن گرادیان ها، محاسبه تابع ضرر، انتشار مجدد خطا و بروزرسانی وزن ها هستش. ترسیم نتایج رو داریم که از متپلاتلیب برای ترسیم لاس و اکیوریسی آموزش که در واقع طول دوره استفاده کردیم استفاده میکنیم و ارائه میده. خب همونطور که میبینین نتایج در واقع ترسیم شدن و آخرین اتنشنی که قراره بررسی کنیم در واقع کژوال اتنشن هستش. این نوع توجه در واقع تضمین میکنه که پیشبینی یک موقعیت خاص فقط به خروجی های شناخته شده توی موقعیت های قبل از اون وابسته است. برای مدل های مولد مثل GPT یا Generative Pre-trained Transformer که توی اونها اطمینان از ترتیب صحت تولید توالی مهمه بسیار کاربرد داره. خب مجددا ما کتابخونه‌ها و ماژول‌های لازم رو وارد می‌کنیم. قسمت بعدی در واقع Defined Attention Model هستش. کلاس Attention مدل رو تعریف می‌کنیم که از NN ماژول به ارث میبره. در داخل در واقع این کلاس دو لایه کانولوشن با نرمال سازی دسته‌ای، یک لایه پولینگ، یک لایه مولتی هد اتنشن و یک لایه کاملا متصل برای طبقه بندی تعریف می‌کنیم. روش فوروارد جاییه که محاسبه واقعی شبکه عصبی انجام میشه و بسیار مهمه چون تعریف میکنه که چگونه داده‌های ورودیمون از طریق مدل جریان مییابه و خروجی هر لایه به ورودی لایه بعدی تبدیل میشه تا اینکه پیش بینی نهایی انجام بشه. تبدیل هایی رو باید روی سی فارتن 10 اعمال کنیم. توی این قسمت در واقع لود دیتا هستش که این کار رو انجام میدیم. تبدیل تصاویر به تنسور امکان محاسبه کارآمد رو برامون فراهم میکنه. نرمال سازی هم به استاندارد سازی داده های ورودی کمک میکنه و فرایند آموزش رو روون و پایدار میکنه. اینیشالایزد مدل رو داریم که یک نمونه از مدل در واقع ایجاد میکنیم. تابع ضرر رو به عنوان کراس انتروپی لاس تعریف میکنیم و بهینه‌ساز رو مجددا روی آدام تنظیم میکنیم و نرخ یادگیری رو روی 1000 تنظیم میکنیم. خب در اینجا هم این حلقه آموزشی که خب توی اون مدل رو برای تعداد معینی که باز مجددا تعداد ایپاکمون 10 هستش تنظیم میکنیم و لاس و دقت رو ثبت میکنیم با هیستوری که بتونیم در ادامه ترسیمش کنیم. خب در نهایت لاس و اکیوریسی آموزش رو با استفاده از متپلاتلیب ترسیم میکنیم. خب
هر نوع مکانیزم توجه دارای خب مجموعی از مزایای خاص خودش هستش و برای مواردی استفاده که استفادهشون هستش متفاوت میکنه. انتخاب مکانیزم توجه به الزامات خاص کار مثل نیاز به کارایی، اهمیت گرفتن وابستگی‌های دوربرد یا لزوم مدل سازی داده‌های متوالی به ترتیب خاصی بستگی داره. خب یه تشکر ویژه هم از خانم دکتر ثابتی عزیز میکنم که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتن که بتونم تو وبینار همراهیشون بکنم. خیلی ممنونم خانم دکتر. همچنین از زحمات دوستان انجمن و آزمایشگاه هوش مصنوعی تشکر میکنم که تو بهتر برگزاری رویداد کمک حالمون بودن و در آخر هم از تک تک عزیزانی که تا به اینجا همراهمون بودن تشکر میکنم. ممنون از حسن توجهتون. کدهایی که در واقع توی وبینار هم ارائه دادیم رو میتونیم با اسکن QR کد از گیت هاب برداریم و اینها هم راه‌های ارتباطی با بنده هستند. خیلی ممنون. ممنون آقای عبداللهی، خیلی ممنون از توضیحاتتون، سپاسگزارم. دوستان توجه داشته باشید موقع ثبت نام برای این وبینار تو توضیحات فرم ثبت نام بیان شده بود کسانی که نیاز به گواهی این شرکت در وبینار دارن یه اطلاعاتی رو بعد پر می‌کردن که دوستان پر کردن و قرار بود که آیدی که باهاش وارد این وبینار میشید مطابقت داشته باشه با لیست ثبت نامیتون. افرادی که اسمشون رو اونجا درج کرده باشن و آیدی ها 1 ساعت بعد از وبینار از این گروه برداشته شده و آیدی هایی که مطابقت داشته باشه براشون گواهی صادر میشه و به ایمیل هاشون ارسال میشه. خیلی ممنون از اینکه در وبینار شرکت کردید. دکتر ثابتی عزیز خیلی ممنونم، سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار بچه‌های انجمن آزمایشگاه و سایر دانشجوها و دوستان قرار دادید. آقای مهندس عبداللهی از شما هم خیلی ممنونم، زحمت کشیدید، سپاسگزارم. دوستان اگر سوال خاصی نیست جلسه رو تمومش کنیم. منم تشکر میکنم خانم بارونی، هم از شما هم به ویژه از آقای عبداللهی که زحمت پیاده سازی کدهای مکانیزم اتنشن رو کشیدن. ممنونم. خواهش میکنم دکتر، خیلی ممنون، سپاسگزارم. آقای عبداللهی اگر فرمایشی نیست جلسه رو تموم کنیم. سلامت باشین. ممنونم از همتون، از حسن توجهتون و روزتون بخیر. سلامت باشین. خیلی ممنون دوستان، سپاسگزارم، وقتتون بخیر، موفق باشید.